وقت دوستان بخیر. امیدوارم که حالتون عالی باشه. مجددا تحلیلی داشته باشیم برای نمادهای طلا، داو جونز، نزدک و یورو یو اس تی. همونطوری که مشاهده میکنی تحلیل ها همه برای تایم های پایین هست و به همین دلیل اتفاقات خیلی زود مشخص میشه و در طول هفته احتیاج هستش که این تحلیل ها آپدیت بشه. این تحلیل و تحلیل های مشابه مثل این که در تایم فریم پایین تر تحلیل میشه از این بعد مختص برای دوستان در گروه ونگارد هست و در اونجا به اتفاق دوستان این تحلیل ها و نمادها رو دنبال میکنیم و ترید خواهیم کرد. اما شروع بکنیم. اول از همه طلا. در تحلیل قبلی ذکر کردم که ما 2 تا پلن داشتیم که احتمال میدادم از سطح پلن A یا سطح پلن B مارکت برگرده. همونطوری که مشاهده کردید سطح پلن A به زیبایی واکنش داشت و قابلیت ترید رو هم به ما داد و ترید خوبی در هفته گذشته کردیم. در ادامه انتظار دارم که پلن B ما هم اتفاق بیفته و هم مارکت خودش رو به پلن B ما هم که تحلیل کرده بودیم برسونه. مشروط به اینکه سطح $2612.75 شکسته نشود ما پلن B رو هم خواهیم دید و انتظار من این هستش که سطح $2622.80 شکسته بشه. همونطوری که ملاحظه میکنین نسبت به قیمتی که مارکت بسته شده کمتر از $1 اختلاف قیمت داریم و قیمتی که مارکت بسته شده $2622.03 هست و ما تحلیل میکنیم که اگر $2622.80 شکسته بشه ما وارد حرکت صعودی مارکت خواهیم شد و سطحی که ممکنه بتونه قیمت رو برگردونه $2635 هست که البته من فکر میکنم با وجودی که حتما در این سطح واکنش داشته باشیم اما در نهایت شکسته بشه و ما جهت صعودی رو ادامه بدیم. در سطح $2645 ما بررسی خواهیم کرد قدرت و ضعف خریدار و فروشنده رو، اما در ادامه تارگتی که متصور هستیم برای نماد طلا $2656.60 هست و ما انتظار داریم که این قیمت رو ببینیم. نماد بعدی شاخص داو جونز. انتظار داشتم که 150 واحد دیگه حدوداً پایین بریم و ما از اون محدود اصلاح قیمتی رو شروع بکنیم که کمی زودتر از تحلیل من مارکت وارد اصلاح قیمتی شد. سطح 43470 سطح بسیار مهمی هست و تحلیل من این است که اگر حتی به اندازه 1 پوینت ما بالاتر از این عدد هم حرکت بکنیم حرکت صعودی مارکت تایید شده است و ما در جهت صعود ادامه خواهیم داد. همونطوری که مشاهده میکنید همیشه میگم که در حد شادو قابل قبول هست و ما میتونیم بالای سطح بریم و شکست سطح به حسابش نمیاریم، اما در این مورد به خصوص حتی اگر 1 پوینت بالاتر از این سطح هم حرکت بکنیم مارکت از نظر من صعودی خواهد بود. اما شاخص نزدک مشروط به این که سطح $21,205 رو حفظ بکنه ما حرکت صعودی خواهیم داشت و اون 100 واحدی که در تحلیل قبل گفتم مارکت زودتر وارد اصلاح شد و به تحلیل من بدهکار هست رو امیدوارم که در حرکت صعودی که خواهیم داشت وارد این زون قیمتی بشیم و عدد 22370 و محدوده‌ای که مشخص کردم رو تاچ بکنیم. و اما یورو یو اس تی
در یورو یو اس دی مشروط به این که سطح 1.04450 رو حفظ بکنیم مارکت نزولی هست و اگر این سطح شکسته بشه در سطح 1.047 ما انتظار داریم که مجدد مارکت رو بررسی بکنیم برای ستاپ های سل. کمی آپدیت شده است اعداد در مقایسه با تحلیل قبلی، اما در ادامه همون تحلیل قبل هست. نیاز به گفتن نیست که نماد یورو یو اس دی نزولی هست جهت اصلی مارکت و ما با توجه به جمیع جهات احتمالاً نماد مناسبی برای ما نخواهد بود برای اینکه ترید های خلاف جهت رو در این نماد بگیریم، اما دنبالش میکنیم و نگاه میکنیم ببینیم مارکت چه ستاپ ها و چه دیت های بیشتری رو در اختیار ما قرار خواهد داد. با توجه به اینکه در تایم پایین هستیم در طول هفته مطمئنا نیاز به بروز رسانی تحلیل خواهد شد. لطف میکنید من رو در پلتفرم های مختلف دنبال میکنید و همونطوری که در ویدیوهای گذشته هم عرض کردم مدتی هستش که در سایت تریدینگ ویو هم تحلیل هامو منتشر میکنم و همونطوری که میبینید میتونید در مقایسه با ویدیوهای قبلی مشاهده بکنید که پیشرفت کار به چه صورت هست و آخرین تحلیلی که ما از نماد یورو داشتیم در این سایت بسیار مورد توجه قرار گرفت. مطلب دیگری قابل عرض ندارم و در طول هفته با بروز رسانی هایی که در تحلیل خواهم داشت در خدمت شما دوستانم خواهم بود. و در پایان این آخرین تحلیلی هستش که ما در سال 2024 تقدیم حضور شما کردیم. امیدوارم که در سال جدید خیلی همراه با موفقیت، سلامتی و شادی باشه برای همه شما. در کنار همدیگه در مسیر پیشرفت ادامه بدیم. متشکرم.